رونالدو حقش خیلی بیشتر از اینا پول در بیاره. کریس فقط یه بازیکن معروف نیست، بلکه یه بازیکن محبوب و کل دنیا دوستش دارن. اون وقتی اومد ایران و معلولیت فاطمه حمامی رو دید، حاضر شد 0 تا 0 هزینه‌های درمان بیماری فاطمه رو بده. سال 2011 کفش طلای خودش رو به حراج گذاشت و پولش رو به مردم جنگ زده غزه کمک کرد. تو سال 2013 مبلغ 7 میلیارد تومان به افغان‌های قطع عضو کمک کرد. وقتی تو جام جهانی رونالدو و کشورش پرتغال به مراکش باختن، مراکشی‌ها کلی مسخرش کردن. اما وقتی که داخل مراکش زلزله شد، بلافاصله رونالدو استوری حمایتی گذاشت و حاضر شد هر مبلغی که نیازه به اونجا کمک کنه. وقتی که یه مادر از رونالدو خواهش کرد تا کفششو برای بیماری فرزندش ازش بگیره، رونالدو کفششو که داد، هیچ 5 میلیارد هم هزینه درمان اون کودکو داد. کریس 120 تا خیریه رو به صورت مادام العمر حمایت میکنه و اون حتی برای اینکه بتونه هر ماه خون اهدا کنه تتو نزده. حالا وقتی ازت پرسیدن چرا طرفدار رونالدویی، این ویدیو رو بهشون نشون بده.